شونتون درد میکنه، ضعف داره و یا خشک حرکاتش، شاید مشکل از عضلات تیغه کتفتون باشه، یعنی این عضلات. این سه تا تمرینی که بهتون یاد میدم دقیقاً این عضلات رو تقویت میکنه و خیلی از درد شونه شما رو کاهش میده. قبل اینکه تمرینا رو بگم لطفاً ویدیو رو لایک کنید و ما رو فالو کنید. حرکت اولی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه، دست رو به این شکل میگیرین، از کتف جلو و عقب میبرین. 30 بار انجام میدین، 2 بار در روز. این حرکت رو با دیوار هم میتونی انجام بدین. اینجوری قرار میگیرین، میرین عقب، میایین جلو. فقط کتفا حرکت کنه. حرکت دوم، از این صندلی دسته‌دار استفاده میکنید. میشینید، دست رو میذارین روی دسته صندلی و میایین بالا، جوری که کتفاتون حرکت کنه. اگه این کار سختتونه به این شکل میتونی انجام بدین. حرکت سوم و مهمترین حرکت، به این شکل دراز میکشید، دست رو میکشید جلو، میرید پایین، 10 ثانیه نگه میدارین، برمیگردین. دوباره